بریم ادامه کتابمون رو بخونیم. امروز شاید یکم مفصل هم بشه چون میخوام اسناد این آمریکایی‌ها رو هم بخونم. حتی قبلا اینا رو توییت کردم ولی حالا میخوام مقدار تو اسپیس بازش کنم. ای داد بیداد، چون این کتاب من رفته از اولش صفحش بنده. خب بریم ببینیم که مصدق این دفعه چه کار میکنه، چه خرابکاری میکنه. اگه بتونم صفحه رو پیدا کنم. البته اینجا دارم میگردم. خب اینجاست. خب حالا ما دیدیم که آقای هاریمان نماینده ویژه آمریکا میاد به ایران و سعی میکنه که یک صلحی رو برقرار کنه بین ایران و انگلستان بر سر نفت. حالا منتها این ماجرای درگیری شهربانی با تظاهرات حزب توده در تیر 1330 این هم یک ماجرایی میشه که میکشه به مجلس و این خودش باعث میشه که تعداد از طرفدارای مصدق ازش جدا بشن. حالا ببینیم ماجرا چی بوده. خب حالا آقای مصدق میاد چیکار میکنه؟ میاد فرمانده شهربانی رو، سرلشکر بقایی رو برکنار میکنه به خاطر ماجرای تیراندازی به توده‌ای. خب حالا آقای نهاوندی اینجور میگه نزل سرلشکر بقایی که دقیقاً به وظیفه خود در دفاع از مجلس عمل کرده بود توده‌ای ها را آرام کرد و نه تظاهر به محاکمه اش. وزیر کشور این رفتار را بر نتافت و در جلسه هیئت دولت که همان شب برای تنفیذ برقراری حکومت نظامی تشکیل شده بود به نخست وزیر اعتراض کرد و برای نشان دادن عدم توافق خود تصمیم به استعفا گرفت. مصدق برای اینکه توده‌ای‌ها رو آروم کنه میاد سرلشکر بقایی فرمانده ژاندارمری رو فرمانده شهربانی رو برکنار میکنه، در صورتی که ما میدونیم فرمانده شهربانی نیروهای پلیس زیر نظر وزارت کشور، وزیر کشور مصدق هم آقای زاهدیه. آقای زاهدی اینجا اعتراض میکنه به مصدق که آقا اگه قرار باشه عزلم بکنه من باید بکنم، تو چرا تو کار وزارت کشور دخالت میکنی؟ اونم فقط برای رام کردن و آرام کردن حزب توده. حالا اعتراض میشه به اعتراض به مجلس هم کشیده میشه. خب اما با تایید نخست وزیر قرار شد اعلام این کنارگیری تا پایان سفر هاریمان موفق بماند و موجب تضییع دولت نشود. آقای زاهدی استعفا میده از وزارت کشور به خاطر همین فضولیا و دخالت‌های مصدق. این ماجرا مرحله نخست در تضاد و مخالفت میان دکتر مصدق و سرلشکر زاهدی بود. با این حال وزیر کشور 2 روز بعد در جلسه پرتنش مجلس حضور یافت و با مخالفان دولت و شخص نخست وزیر با مردانگی روبرو شد. آقای زاهدی حالا میره تو مجلس و پاسخگو است نسبت به اتفاقاتی که افتاده. خب میگه عبدالقدیر آزاد که تا اندکی قبل از اعضای جبهه ملی و هوادار مصدق بود با شدت و حدت به دولت و شخص مصدق حمله کرد. این طرفداراش دوندون ازش جدا میشن. عبدالقدیر آزاد، حائری زاده، نمیدونم بقایی، مظفر بقایی، اینا همه از مصدق جدا میشن. اینقدر عمل کردش مزخرفه. ما قبلا دیدیم، من یه توییتم راجبش نوشتم که گزارشایی که سازمان سیا تهیه کرده بود اون شرایط از ایران، میگه که مصدق در واقع داشت از دوستان و طرفدارانش هم جاسوسی میکرد. اصلا مصدق سازمان جاسوسی برای خودش درست کرده بود، سازمان جاسوسی موازی، سازمان اطلاعاتی موازی برای خودش درست کرده بود. اون هم نه برای مثلا کنترل کردن حزب توده در یا مثلا فرض کنید که دشمنان، برای کنترل دوستان خودش. وظیفه‌ش این بود که از دوستان خودش طرفدارش جاسوسی کنن. و حتما دوستانش متوجه این مسائل شده بودن، این دوندون ازش جدا میشن، دوندون ازش فاصله میگیرن. خب حالا عبدالقدیر آزاد هم که خودش عضو جبهه ملی بود و طرفدار مصدق، حالا جدا شده و بهش حمله میکنه توی مجلس. میگه که من در چند روز قبل در نطق قبل از دستور خود گفتم که کابینه آقای مصدق کابینه هو و جنجال است. از سالیان دراز که من به طرز فکر و سلیقه آقای دکتر مصدق آشنایی دارم که ایشان در کارهای مثبت عاجزند و در سیاست منفی و میتینگ و نطق و مقاله استاد و مهارت فوق‌العاده دارند. ایشان یک منتقد بسیار خوب و عالی هستند ولی 100 دینار از ایشان کار مثبت ساخته نیست. طرفدارش میاد تو مجلس میگه آی کابینه هو جنجاله. این بابا اصلا کار بلد نیست، کار مثبت نمیکنه، فقط هو میکنه، فقط بلد ایراد بگیره. میگه منتقد خوبی، یعنی فقط ایراد میگیره. ما دیدیم موقعی که خودش تو مجلس بود، مصدق مجلس 16 این مدام پاچه همه دولت‌ها رو میگرفت، همه حمله میکرد، ولی خودش کار نمیتونه بکنه، خودش نمیتونه چیزی رو درست کنه، فقط حمله میکنه. انتقاد کردن، حمله کردن و پاچه گرفتن که هزینه‌ای نداره. اون چیزی که میخواد درست کنه و کار مثبت بکنه هزینه براش داره. این نه. حالا طرفدارانش هم بین اذعان دارن که آ فقط هو جنجال میکنه، فقط حرف میزنه. 100 دینار فارسی هم میگیم 100 نار کار بلد نیست. 100 دینار کار مثبت برمیاد. در نمایشی که روز یک شنبه دادند در افوا افتاده بود که حزب توده نمایش خواهند داد و احتمال دارد چندین قتل به وقوع بپیوندد
آقای دکتر مصدق همیشه با حکومت نظامی مخالفت میکرد، با توقیف روزنامه ها بدون محاکمه عصبانیت نشان میداد، برای کشته شدن مردم به دست پلیس گریه و زاری مینمود، چطور شد که حالا خودشان که نخست وزیرن زن و بچه مردم را به آتش مسلسل میبندن و حکومت نظامی اعلام میکنن؟ یا آقا تو خودت همیشه میگفتی من مخالف حکومت نظامی ام، مخالف نمیدونم توقیف مطبوعاتم، خود دولت خودت همش داری این کارا رو میکنی. تظاهرات حتی حالا مردم که نبودن، تا حزب توده بود، حکومت نظامی که اعلام کردی، تظاهرات هم که برخورد مسلحانه کردی که البته برخورد درست بود، شهربانی کار درست کرد، حزب توده مسلح بودن حمله کردن به مجلس. حالا متا اینا چون میخوان مصدق رو بکوبن دیگه اینا میذارن جای ایراداش. روزنامه ها هم کمر توقیف کردی. مصدق اولش گفته نه روزنامه ها نباید توقیف شن. یه موقعی که شد نخست وزیر آقای نهاوندی تو قسمت قبلی گفتن رفتاری که با مطبوعات کردن اصلا بی سابقه بود، سابقه نداشت همچین رفتاری با مطبوعات. تمام دوران حکومتش هم کمش حکومت نظامی بود. این آقای مصدق حالا دارم بهش میگن تو که این همه ادعا می‌کردی خودت داری دقیقاً عکسش انجام میدی، ولی که ادعاست دیگه. خب میگه روزنامه ها را 10 تا 20 تا میبندن، فله روزنامه رو میبندن، ولی هیچ کی حق نداره از مصدق انتقاد کنه. هر کی از مصدق انتقاد روزنامه‌شو میبندن، بدون محاکمه توقیف مینمایند. گویا آقای دکتر مصدق کارهای زشت را برای دیگران بد مینامند و برای خودشان خوب. اعتراضی است که در مجلس آقای آزاد میکنه به این. حالا ادامه داره. آقای در واقع زاهدی هم میره تو مجلس به عنوان وزیر کشور و در واقع مسئول اصلی شهرمانی، حالا میرن اونجا پاسخ میدن. خب آقای نهاوندی ادامه میده، میگه که پیش از آن که هاریمان به ایران بیاید، نماینده ویژه آمریکا، دولت بریتانیا ضمن اعتراض به ملی شدن نفت و به خصوص عملیات خلعیت از دولت ایران خواسته بود که اختلاف میان دو کشور به حکمیت ارجاع شود و چون دکتر مصدق این پیشنهاد را رد کرد، انگلیسی ها و شرکت نفت جنوب علیه ایران به دیوان بین المللی لاهه شکایت کردند. 4 خرداد 1330 شکایت میکنن به دیوان لاهه. خب حالا انگلستان دیدیم اول قصدش حمله کنن به ایران، منتها حمله با واکنش شاهنشاه منتفی شد. حالا اینا به مصدق میگن آقا یک حکمیت کنیم، یعنی کشوری رو واسطه کنیم و نماینده آمریکا برای همین اومده، اختلافات حل کنیم. مصدق قبول نمیکنه، همینجور داره کثافت کنه، همینجور داره هزینه به ایران وارد میکنه. انگلیسی‌ها میرن شکایت میکنن به دادگاه لاهه علیه ملی شدن نفت، چون نصف سهم شرکت نفت انگلیس، شرکت نفت در واقع جنوب متعلق به انگلستانه، نصف مال ایران و نصف مال انگلستانه. حالا اونا میرن شکایت میکنن که یه طرفه مصدق این نفت رو ملی کرد. خب حالا جالبه، میگه در 14 تیر ماه، یعنی همون تیر ماه 1951، دیوان لاهه رأی به اتخاذ تدابیر موقت و اقدامات تأمینی داد که لندن را راضی میکرد. دیوان بین المللی رأی به نفع لندن میده، نه به نفع ایران. خاک تو سرتون، این دروغ مصدقی ها میگه نه رفت اونجا محکوم کرد انگلستان رو فلان کرد. آقا جون، رأی که دادگاه بین المللی میده در واقع به نفع انگلستان بوده. میگه روز 16 تیر ماه در سراسر کشور تظاهرات شدیدی برای اعتراض به این رأی آغاز شد. در همان روز مجلس شورای ملی آن را غیر عادلانه خواند و بی ارزش اعلام کرد. آقا مصدق طرفداراش میرزه تو خیابون دیگه، یا اعتراض کنید به رأی دادگاه لاهه. خودت کارو به اینجا کشوندی پدر سگ. اگر ملی کردن نفت رو با انگلستان به توافق رسیده بودید، الان این بازی ها پیش نمی آمد. اصلا ممکن بود حمله کنن به ایران. اگه حمله میشد این فاجعه گردن کی بود؟ خب گردن توی بیشعور بود دیگه، بیشعور و طرفدارانه. حالا دادگاه بین المللی هم که عملا رأی به نفع ایران نداده، اینا جیغشون میره هوا. خب اینا کمیسیون خلعیت تشکیل میدن، یعنی یه کمیسیونی تشکیل میشه تو از هر دو مجلس، هم مجلس شورای ملی هم مجلس سنا، که برن در واقع تأسیسات نفتی جنوب رو از انگلیسی‌ها بگیرن. خلعیت یعنی همینی، دستشون کوتاه کنن. خب اینو باید با توافق انگلستان، با نصفش سهمش مال اونه، نمیتونی بدون توافق با اونا بری خودسرانه انگلیسی‌ها رو بکنی بیرون. مصدق ایسا حالیش نیست، این فقط برای قیافه بگیره خودش قهرمان نشون بده، یه طرف داره این کارا رو میکنه. هزینه‌ش هم به کی وارد میشه؟ به ایران. حالا بعداً میخونیم گزارش‌های آمریکا رو، چه بار اقتصادی و فشار اقتصادی میذاره رو ایران. نفت ما رو تحریم میکنن دیگه، نفت ازمون نمیخرن، همون نفتی هم که داریم. شکایت‌ها ادامه پیدا میکنه، اقدامات انجام میشه، دولت کسری بودجه میاره. اینا دیگه نمیگم طرفدار مصدق. کارگرها اخراج میشن، کارگر شرکت نفت تعداد زیاد چون اخراج میشن، اینا رو دیگه نمیگن. فقط نفت ملی کردی.
به چه قیمتی با چه هزینه‌ای نمیگن. حکومت نظامی هم که اعلام کردن، نمیدونم اعتراض و اعتصاب هم که تو پالایشگاه‌ها شد، یه مقدار اونجا کشته شدن، اینا رو هم نمیگن. خب میگن که ورود هاریمان نماینده مخصوص رئیس جمهور آمریکا به ایران زمان آقای ترومن میاد و متعاقب آن اعزام هیئتی از لندن به ریاست ریچارد استوکس وزیر کابینه بریتانیا که در 12 مرداد ماه به تهران رسید آغاز مرحله جدیدی در تحول بحران نفت. ریدمان مصدق همجور ادامه داره. حالا هاریمان میاد ایران، یه نماینده از طرف دولت انگلستان میاد، آقای ریچارد استوکس، که بیان اینجا بالاخره این ماجرا رو حل کنن. اینجوری از هاریمان در کار صاحب قرانیه پذیرایی میشد. امیر همایون بوشهری وزیر راه که ظاهرا دوست و مورد اعتماد مصدق بود میهماندار رسمی او شد. علاوه بر ملاقات‌های مکرر رسمی او با شاه و به خصوص دکتر مصدق، حضورش در جلسه خصوصی مجلس سنا، نشست با اعضای کمیسیون مختلط نظارت بر صنعت نفت، هاریمان چند بار نیز با شاهپور علیرضا که به دیدارش می آمد به گفتگو نشست. حالا آقای هاریمان که میاد همینجور ملاقات میکنه با شاهنشاه، با کمیسیون خلیعت، کمیسیونی که برای خلیعت شرکت نفت انگلیس، خلاصه با همه این دیدار میکنه، با شاهپور علیرضا، اینا خلاصه مذاکرات همینجور ادامه داره که این بحران نفت حل کنن. مصدق برای نخستین بار هاریمان را در روز 24 تیر ماه به حضور پذیرفت. دکتر گریدی سفیر آمریکا و سرهنگ والترز مترجم و مشاور مخصوص همراه فرستاده مخصوص رئیس جمهور ایالات متحده بودند. نخست وزیر ایران، جالبه، نخست وزیر ایران در رخت خواب خود دراز کشیده بود و با دو دست به فرستادگان آمریکا تعارف کرد و به فرانسه به هاریمان با عبارات گرمی خیر مقدم گفت. حالا این آقای هاریمان با سفیر آمریکا تو ایران آقای گریدی و سرهنگ والترز که حالا اونم مترجم بوده میان سراغ مصدق دوباره میره تو حالت قش و ضعف، این تو رخت خواب میگیره، میخوابه، خودشو میزنه به موشمردگی. حالا تو این وضعیت نماینده مخصوص آمریکا رو به حضور میپذیره. آبروریزیه. حالا بعدا میریم جلوتر میبینیم که چه بازی در میاره. این آمریکایی‌ها دیگه دستش خوندن، میدونن این قش و ضعف این همش بازیه. یا آمریکایی‌ها میدونن این. حالا میریم جلوتر میبینیم. در طی ملاقات‌های بعدی هاریمان که دیگر یک مشاور عالی و عالی مقام امور نفتی والتر لوی را نیز به همراه خود داشت، کوشید پیچیدگی مسائل نفتی و بازار جهانی را برای دکتر مصدق شرح دهد. حالا هاریمان یه مشاوری هم همراهشه به نام آقای والتر لوی. این هاریمان سعی می‌کنه مصدق و سر عقل بیاره، بیا مردی که بیشعور، آقا این نفت که همش مال شما نبوده، خب انگلستان هم سهم داشته، نفت که فقط شامل نفت محدوده ایران نبوده، نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس هم جزشه، نفت عراق هم جزشه. پیچیدگی داره این مسائل، نمیتونی خب یه طرف بزنی زیر این قرارداد. هر چی میخواد برای این گوساله توضیح بده نمیفهمه، واقعا نمیفهمه. ما دیدیم خود آقای نهاوندی گفت کمیسیون نفت که تشکیل دادن، مصدق تشکیل داد که بازی ملی شدن نفت جهان، اون کمیسیون هم هیچی از نفت حالیشون نبود. یکیش دندون پزشک، یکی پزشک بود، یکیش نمیدونم نویسنده بود، یکیش هیچی از نفت حالیشون نبود. اینا نمیدونستن این موضوع پیچیدگی بین المللی داره. شرکت نفت ایران انگلیس شرکت اینترنشنال بین المللی، کشورهای دیگه هم هست. شما نمیتونی یه طرف بزنی زیر این بدون که عواقب و تبعاتشو در نظر بگیری. حالا این آقای هاریمانه میخواد اینو برای مصدق گوساله توضیح بده، اینم نمیفهمه دیگه. خب ظاهرا مصدق نمیپذیرفت که شرکت نفت ایران انگلیس غیر از ایران منابع نفتی دیگر هم دارد. آقا نفت کشور حاشیه خلیج فارس هم جزء میشه، ما از اونها هم سهم داریم. نفت عراق، کویت، اینا اون زمان هنوز مستقل نشده بودن، کویت هنوز کشور مستقل نبود، اینا هم جزء نفت شرکت نفت ایران انگلیس بود. همه اینا رو انگلستان برداشت، اینا دستمون در آورد اینا رو. چیزی که گیر ما از ملی شدن نفت آمد سهم کوچکی از حق و حقوق ما از شرکت نفت ایران انگلیس بود. مصدق اینا رو نمیفهمه، بیشعور دیگه، نمیفهمه این نفت فقط تو محدوده ایران نیست، جای دیگه هم هست. میگه هنگامی که صحبت از پرداخت غرامت پیش آمد پای احساسات را به میان کشید و گفت سوء استفاده ها و عواید ناحق انگلیس ها در ایران به مراتب بیش از غرامت احتمالی است. چقدر الاغی تو مصدق. هاریمان به مصدق میگه یا انگلیسی ها میتونن ادعای غرامت کنن به خاطر این یه طرف زیر قرارداد زدن. مصدق بیشور میگه نه، این ضررایی که انگلیسی ها به ما زدن بیشتر از چیز بوده، سوء استفاده‌ای که کردن بیشتر از غرامت احتمالیه. یعنی چی؟ یعنی ما غرامت هم میدیم. نفهمه دیگه، نمیفهمش. در روز دیگری مصدق به هاریمان گفت مسبب تمام مسائل و مشکلات خارجیان هستند
و این بدبختی ها با حمله اسکندر به ایران آغاز شده. برای آمریکایی ها قابل فهم نبود که چگونه یک ایرانی میتواند به حوادث 20 و چند قرن پیش اشاره کند و خود را وارث تاریخی پر از فراز و نشیب بدانند. آمریکایی‌ها شاخ در آوردن که مصدق چه پوفیوز بیشوره. پای اسکندر رو دیگه چرا میکشی وسط؟ چه ربطی داره؟ 2500 سال پیش اسکندر یه گوهی خورد حمله کرد به ایران. چه ربطی الان به موضوع نفت داره؟ چون همش تقصیر خارجی هست. از زمان اسکندر شما فضولی کردید فلان. استدلال نداره بکنه دیگه. شعور که نداره که میخواد با هو و جنجال و کشیدن پای اسکندر به ماجرا فکر کنه مثلا ماجرا به راحتی ختم میشه. خودشون یه جنگی زدن توش موندن. آمریکایی‌ها هم تعجب میکنن گاویه این. در طی اقامت خود هاریمان سفر کوتاهی به لندن کرد و سرانجام انگلیس را واداشت که اصل ملی شدن نفت را بپذیرند و این مطلب در 11 مرداد 1330 ضمن یادداشتی به اطلاع دولت ایران رسید. حالا این مدتی که آقای هاریمان اومده ایران، یه سفرم از ایران میره لندن. در واقع فشار هاریمان، فشار آمریکا باعث میشه که انگلیسی‌ها این ماجرای ملی شدن رو دیگه بپذیرن، این وضعیت رو بپذیرن، وگرنه این شکایت ها کماکان این بازی ها ادامه داشت. البته حالا انگلیسی ها به ایراتی هم نمیپذیرن، حالا ترافی میکنن، نفت ایران تحریم میکنن، نو ضربهشون یه جوری میزنن. این باعث کسی بودجه دولت پوفیوز مصدق میشه. پس نمیدونم دفاع مصدق در دادگاه لاهه و این گردن کلفتیایی که اینا میگن اینا نبوده، فشار آمریکا باعث شد، همش دروغ بوده. خب میگه شکست مذاکرات تهران به شدت عمل انگلیسی ها در صحنه بین المللی افزود. شرکت های بزرگ نفتی اعلام کردند که تدابیر لازم را برای جبران کمبود مواد نفتی اتخاذ کردند و قطع صدور نفت ایران لطمه به بازارهای جهانی نخواهد زد. این یک شکست بزرگ اقتصادی برای ایران. نفت یه طرفی ملی کردن، نمیتونن نفت تولید کنن، توان فنیش ندارن. همون حرف که آقای رزمارا زد، شما توان فنی الان ندارید برای اداره کردن شرکت نفت. صدور نفت ایران قطع شد. شرکت‌های نفتی هم گفتن ما کمبود نفت ایران جبران میکنیم. یعنی ریدمان تو ریدمان، مصدق ریدمان داره میکنه تو ریدمان. اینم نتیجه ملی کردن نفت. مقامات رسمی لندن اعلام کردن نفت ایران متعلق به شرکت نفت انگلیس است و هر گونه معامله‌ای که دولت ایران برای فروش نفت انجام دهد عمل غاصبانه خواهد بود. دولت انگلیس از آن جلوگیری خواهد کرد. آقا نفت بفروشید برخورد میکنیم باهات. نفت هم نمیخره کسی ازمون. این شرکت‌ها همه دست به دست هم دادن دیگه، نفت هم نمیخره. ایران عملا در محاصره اقتصادی قرار گرفت. نخستین دشواری‌های اقتصادی و مالی ناشی از قطع درآمد نفتی در کشور پدیدار شد. دولت کسی بود جو جند کار در اومد. مخالفان دولت که تا آن موقع محدود به توده‌ای‌ها بودند اندک اندک سر بلند کردند. اقلیتی در مجلس به رهبری جمال امامی و در سنا به رهبری ابراهیم خواجه نوری رسما و علنا شروع به مخالفت با دولت و شخص مصدق کردند. سرصدای اینام در اومد. چه وضعشه؟ چه مملکت به این روز انداختی؟ اعتراض میشه. حالا این مصدق میاد تو مجلس سنا چی میگه؟ بیشوره دی پوفیوز دیگه. میگه دکتر مصدق در مجلس سنا گفت هر کس مخالف دولت است مخالف ملی شدن نفت است و من اجازه نخواهم داد نمایندگانی که نماینده هیچ کس جز خودشان نیستند اظهاراتی خلاف مصالح ایراد نمایند. ببینید چی این جملات معنی داره ها. میگه تا وقتی که قضیه نفت حل نشده نمیتوانم سنگر نخست وزیری را خالی کنم. یعنی چی؟ مصدق میگه تا این ماجرای نفت ادامه داره من از نخست وزیری کنار نمیرم. این از همین الان داره گردن کلفتی تمرد میکنه. آقا شاید فردا خواستن عزلت کنن، همون مجلسه گفت آقا استیزاد کنه، بگم برو کنار، شاهنشاه حکم عزل بده. از این سال 1330 هم 32 نشده، از همون اولش سر ناسازگاری داره. میگه من نمیرم کنار. خودش میدونه این بلوای نفت حالا ادامه داره، نمیرم کنار. هر کس هم مخالف منو ملی شدن نفته این نماینده خودشه. جبهه ملی نماینده مردمه، ولی اونایی که با مصدق مخالفن نماینده خودشون. اینم استدلالای مصدق گوساله. حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه در 13 مرداد دولت قانون اجازه انتشار 2 میلیارد ریال اوراق قرضه ملی را به تصویب مجلس رساند. اوراق قرضه 100 ریالی بود. 100 ریال میشه 10 تومن. اوراق قرضه منتشر میکنن اینجوری کسی بودجه رو جبران کنن دیگه، پول از دست مردم جمع کنن، از مردم پول بگیرن اوراق قرضه بدن دستن. جمهوری اسلامی این کارو میکنه. اوراق مشارکت نمیدونم فلان سود تضمین شده، کار جمهوری اسلامی وقتی پول کم میاره که از کاری که میکنه همین. حالا مصدق هم میخواد اینجوری گند این مسئله بحران اقتصادی رو بخوونه. خب گفته همه اون اوراق در مدت کوتاهی و در میان هیجان عمومی به فروش رفت. این هوجنجالی که میکنن اوراق قرضه رو میفروشه، ولی خب این جبران کننده کسی بودجهشون نیست. بازم
یه 4 روز بعد در 17 مرداد ماه دولت اجازه دریافت 25 میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات آمریکا را به تصویب قوه مقننه رسانی. تصمیم میگیرن وام بگیرن از آمریکا، از یه بانک آمریکا، بانک صادرات و واردات آمریکا. آمریکا هم زیر بار نمیره، برای که میدونن مصدق داره چی کار میکنه. بعدن تو اسناد میگم که چرا آمریکایی‌ها مصدق پول نمیدن، چون میدونن مصدق این پوله رو در واقع داره با چی میگیره؟ داره با بازی کردن با کارت حزب توده میگیره. حزب توده دستشو باز گذاشته، مصدق کشور رو با دست حزب توده ریخته به هم. بعد به همین بهانه که توده‌یا دارن اینجوری میکنن اونجوری میکنن، ما الان به دامن کمونیسم میافتیم، میخواد از آمریکا پول بگیره. تو آمریکایی‌ها میدونن که خودش مصدق خودش دستش تو این کاره. اگر واقعا درصدی ذره آمریکایی‌ها اعتماد داشتن به مصدق، میدونستن که واقعا این ضد حزب توده است، خب قطعا بهش وام میدادن، کمکش میکردن. بهش نمیکنن چون میدونن این پس پرده داره با حزب توده زد و بند میکنه، خودش توده رو هار میکنه میندازه به جون مملکت، کار خودشه. بنابراین پولم بهش نمیدن، وامم بهش نمیدن. کار خوبی هم میکنن نمیدن، چون اگه وام داده بودن قطعا یه مقدار از این پولا میرسه دست حزب توده. کار بسیار خوبی کردن نداره. خب میگه هنوز آمریکایی‌ها در سیاست تقویت از حرکت ملی شدن نفت و کمک به دولت دکتر مصدق تغییر اساسی نداده بودند. این وام گرچه راه حلی برای مشکلات اقتصادی نبود، لااقل گشایشی را میسر می‌ساخت. پررو دیگه، آی نهاوندی پرروه. این چرا آمریکایی‌ها به ملی شدن نفت کمک نمیکنن؟ برای که دولت مصدق اصلا کار به نفت ندارن. آمریکایی‌ها به دولت مصدق اعتماد ندارن، میدونن مصدق با توده حزب توده است، توی کاسه است، چون هم میدونن همین خاطر پولم بشه. میگه همچنین دولت اجازه گرفت که 12 میلیون دلار از پشتوانه اسکناس را مصروف مخارج ارزی کشور نماید. 12 میلیون دلار پولی که پشتوانه اسکناس ایران بوده، خرج یومیه دولت میکنه، خرج هزینه‌های روزانه دولت میکنه. و تعجب میکنه چرا ارزش ریال افت میکنه تو دوره مصدق. میشه 13 تومن نرخ برابری دلار و ریال میشه 13 تومن. در صورتی قبلش 4 تومن بود، قبل از روی کار آمدن مصدق 3 برابر میشه. چرا؟ یا پشتوانه پول داره خرجش میکنه. حالا غیر از کسری بودجه و نفت و جنگکاریایی که میکنه، برداشت پولی که پشتوانه دارن چاپ میکنن، چون پشتوانه پول خرج یه چیز دیگه بکنی مجبور پول بدون پشتوانه چاپ کنی دیگه. اینم جنگکاری بعدش. خب میگه شکست مذاکرات تهران با هاریمان و استوکس، گرچه هنوز هر دو طرف ابراز علاقه به یافتن راه حلی برای بحران می‌کردند و مقاومت مصدق و مردم ایران در برابر آنها، دولت بریتانیا را وادار به اقدام دیگری کرد و آن مراجعه و شکایت به شورای امنیت سازمان ملل. این شکایت در 5 مهر ماه 1330 تسلیم شورا شد و در 8 مهر ماه شورای امنیت صلاحیت خود را در مورد رسیدگی به مسئله نفت ایران اعلام کرد. مذاکرات چون شکست می‌خوره، حالا درست انگلستان تلویحاً ملی شدن نفت دیگه پذیرفتن، ولی هنوز اختلافات حل نشده، به نتیجه هنوز نرسیدن، اختلاف سر نفت. حالا انگلستان میره شکایت میکنه این دفعه به چی؟ به شورای امنیت. شورای امنیت هم یا صلاحیت دارن به موضوع رسیدگی کنن. دکتر مصدق بلافاصله تصمیم گرفت شخصا برای پاسخگویی به شکایت انگلیس و دفاع از حقوق ایران در رأس هیئتی به سازمان ملل برود. آقای مصدق تصمیم میگیره خودش بره سازمان، مثل دادگاه لاهه، خودش اینجا تصمیم بره در واقع سازمان ملل. حالا ببینیم چی کار میکنه، چی بازی در میاره. در روز 22 مهر ماه 1330 5 اکتبر 1951 دکتر مصدق و همراهانش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل حضور یافتند. نخست وزیر ایران ابتدا با صدایی لرزان و قیافه‌ای محزون و به زبان فرانسه به شرح رنج‌ها و محنت‌های ملت ایران و مداخلات نامشروع سیاست استعماری بریتانیا در امور داخلی کشور و بی‌عدالتی‌های جهان سوم با آن مواجه است پرداخت. صدای لرزان، قیافه محزون، یعنی موشمردگی. این سازمان ملل هم خودش زد به موشمردی. صداش میلرزه، مریضم من، حالم خوب نیست، قش و ضعف، این کارایی که همیشه میکنه دیگه. بازی یک در شروع کرد نطق خوندن. ظلم شده، ما جهان سومیم، همیشه ظلم شده بهمون. چه ربطی داره الان به این موضوع؟ مردک انشا داری میخونی؟ کلاس تاریخ من یا تو رفتی اونجا در مورد مسئله سیاسی گفتگو کنی؟ چه جای این حرفاست؟ این کارا شما رو یاد جمهوری اسلامی نمیندازه؟ یا احمد نژاد میاد سازمان ملل راجع به چیزای بی ربط حرف میزنه؟ این مصدق دیگه. اینا اتفاقا دور پای اسکندر هم کشته وسط اونجا. پس از او الله یار صالح طرفدارش به مدت 2 ساعت به زبان انگلیسی متن دقیقی را که در دفاع از حقوق ایران تهیه شده بود قرائت کرد. حالا این همون متنی است که احتمالاً تو تهران جا گذاشتن. یه بار جا گذاشتن. احتمالاً همون بوده، چون گفته متن تو تهران تهیه شده.
خب حالا بعدم نماینده انگلستان میاد. انگلستان هم حالا میاد، نمایندهشون سر گلادوین میاد چیز میکنه، میگه گویا سخنان سر گلادوین نماینده دائمی انگلیس سرد و خشک و مبتنی بر تعصبات دوران دیگری زمان تفوق سیاست استعماری بریتانیا بود. آمریکایی‌ها با احتیاط و دو پهلو بازی کردند. سرانجام با پادرمیانی فرانسه شورا تصویب کرد که تا پایان رسیدگی به این پرونده مسئله را معلق بگذارد و حتی از ادامه درج آن در دستور جلسات خود امتناع کند. یه هم نتیجه کشوندن ماجرا به سازمان ملل. انگلستان که خب میاد برخورد محکم میکنه، آمریکایی‌ها هم دو پهلو بازی میکنه. آمریکایی‌ها طرف مصدق رو نمیگیرن، اونا میان وسط بازی میکنن. حالا فرانسه پادرمیونی کنه که بگن آقا پرونده دوباره ارجاع شه به دادگاه لاهه. شورای امنیت هم گفت آقا دیگه من تو دستور جلساتم دیگه موضوع نمیذارم. و جالب جاست که نوشتیم پیروزی، آقای نوادی گفتیم پیروزی برای ایران بوده. کدام پیروزی؟ سازمان شورای امنیت میاد دستور کار خارج کرد، دادگاه لاهم هم که رأی به نفع شما نداد. کدوم پیروزی؟ این فقط مصدقی‌ها میتونن از این گندکاری‌ها پیروزی در بیارن. این فقط کار مصدقیه. خب اینم از گندکاریشون توی سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل. مصدق پس از پایان مذاکرات شورای امنیت و پیروزی ایران، پیروزی خودت میدونی چه جور پیروزی بوده، رهسپار واشنگتن شد که مستقیما و بدون واسطه با مقامات آمریکایی و شخص هاری ترومن رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کند. آمریکایی‌ها از چگونگی تحولات اوضاع داخل ایران سخت نگران بودند و بیم داشتند که با استفاده از آشفتگی فزاینده اوضاع نابسامانی‌های اقتصادی کشور، مسکو موجبات دستاندازی خود را به این کشور فراهم سازد، به خصوص که حزب توده علیرغم ممنوعیت ظاهری روز به روز تقویت میشد و در سرتاسر مملکت آشوب و اعتصاب به راه انداخته بود. میره سراغ مذاکره با آقای ترومن. آمریکایی‌ها علنا بهش میگن یا نگرانی، این حزب توده داره هر روز داره بلوا درست میکنه. چرا درست میکنه؟ اگه مصدق بهشون اجازه میده. کار خود مصدق. آمریکایی‌ها میدونن اینو، نگرانیشون رو مصدق اعلام میکنن. واشنگتن مایل بود که موزل نفت هر چه زودتر حل و فصل شود و با استفاده از منابع ثروت ملی خود ایران بتواند به اجرای برنامه‌های اصلاحی و اجتماعی بپردازد. می‌خواستن سریع مسئله نفت حل بشه. مصدق و همراهانش با اینجا گوش بدید، جالبه. مصدق و همراهانش با راه آهن به واشنگتن رفتن. از نیویورک تا واشنگتن با راه آهن رفتن، از سازمان ملل تا واشنگتن. گرچه مسافرت آنها رسمی نبود و الزام تشریفاتی وجود نداشت، در ایستگاه وزیر امور خارجه آمریکا در رأس هیئتی به استقبال نخست وزیر ایران آمده بود. وقتی مصدق میخواست، اینجا رو گوش بدید، میخواست از قطار پیاده شود، حالت پیرمرد ناتوان و بیمار را داشت که بر بازوی پسرش تکیه میکرد. هنگامی که در برابر اکسن وزیر خارجه آمریکا قرار گرفت، راست ایستاده و عصای خود را به دست یکی از همراهانش داد. جراید آمریکا این رفتار را دال بر تظاهر و درویی او دانستند. وقتی کمی که داشت تو قطار می‌خواسته بره، اینجوری عصا گرفته بود، تکیه داده بود به پسرش. غلام حسین مصدق این پسره اومد، این پسر چیکاره بوده، چیکار حسن بوده تو اون جریان، پسره رو به خود جوده تکیه داده بود. من مریضم، نمیتونم سر پا وایسم. تا این نخست وزیر، این وزیر خارجه آمریکا رو می‌بینه، عصاش میندازه کنار، شقارق وای میسه. مطبوعات آمریکا میگن این شارلاتان بازی دیگه. همین دستتو خوندم دیگه، همه فهمیدن تو چه لجنی هستی. حالا جالب اینجاست که آقای نهاوندی به چون ماله میکشه، میگه ولی در حقیقت مصدق با نزاکت شرقی رفتار میکرد و نمیخواست در مقابل وزیر خارجه بزرگترین قدرت دنیا حالت ضعف از خود نشان دهد. درک ظرافت فرهنگ و آداب ایرانی همواره برای غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها دشوار بود. چرا ماله میکشی آیه نهاوندی؟ خب اگه میخواست جلو آمریکایی‌ها خودش ضعیف نشون بده، پس چرا اون صدای لرزان و قیافه محزومش مردگی بازیاش تو سازمان ملل برای چی بود؟ چرا اینجا تکیه داده بود به کول بچه‌ش، یهو عصاش میندازه کنار؟ اگه می‌خواستی جلو اینا آبروداری کنی، از اولش قیافه محکم به خودت میگرفتی، قبلش اون کارا رو کردی، حالا یه دفعه عصات میندازی کنار. خب معلومه که به این نتیجه میرسنی همش بازیه، خودت زدی به موش مردگی. مال نکش آی نهاوندی، مال کشیدن فایده نداره. خب دکتر مصدق از ترومن تقاضای یک وام 120 میلیون دلاری کرد که به راه انداختن مجدد صنعت نفت نیازهای اقتصادی و مالی کشور را تأمین کند، اما توفیق نیافت. هاری ترومن یا 120 میلیون دلار وام بده به ایران، غیر از اون وامی که از اون بانک آمریکایی می‌خواستن بگیرن، این از خود دولت آمریکا می‌خواد، اونم بهش نمیده. معذرت می‌خوام، یه بیلاخ هم بهش میده، میگه غلط کردی، بهت نمیدیم برای که این پول رو بعدن میدی به حزب توده. همچنین قبل از ترک آمریکا در آخر نامه خود به ترومن
با تکیه بر خطر استیلای کمونیست‌ها بر ایران بار دیگر خواست یک کمک فوری برای رفع نیازهای کشور گدایی میکنه از آمریکا. کمونیست‌ها الان ایرانو میخورن، الان کمونیست‌ها حاکم میشن. پدر سگ، خودت داری به کمونیست‌ها به حزب توده اجازه شلتاق میدی، خب نده. چرا میکنی؟ فکر میکنی با این کارا آمریکایی‌ها گول میخورن؟ خب ما بعدا میبینیم گزارش سازمان سیا میخونه، سازمان سیا اینا رو میدونست این کارا با اجازه خود مصدقه. گول تو رو که نمیخورن که مردک. تو فکر می‌کنی صد دولت آمریکا کلا بذاری؟ پدر سوخته. از اون بعد به توده یا اجازه اعتصاب و تظاهرات بدی، بعد از این بعد به آمریکا بگی وای الان توده یا مملکت میگیرن، پول بده. اون نمیدن بهت. گاو که نیستن که، دارن اوضاع ایران رو رصد میکنن. سفیر دارن، دستگاه جاسوسی اطلاعاتی تو ایران دارن، میدونن داری چیکار میکنی، نمیدن به. آمریکایی‌ها در حل مسئله نفت شتاب داشتند و بر این گمان بودند که کمک مالی به ایران باعث تأخیر در این تصمیم خواهد شد. اگه پولم به ایران میدادن باعث شد مشکل نفتم حل نشه. حالا مصدق مدام خیالش راحت بشد دیگه، این ماجرای اقتصاد داره به دولت مصدق فشار میاره و سر این فشار مجبور به خیلی اختلافات رو قصد قانونی و رسمی حل فصل کنن. نمیدیم به اول اینکه پول خرج حزب توده ممکنه باشه، دوم اینکه ماجرای نفتم حل نمیکنه دیگه. خلاصه درخواست مصدق پذیرفته نشد. ندادن بهش. جالب اینجاست که طرفدارای مصدق همیشه میگن که آمریکا خیانت کرد به مصدق. آمریکا به فکر منافع خودشه، گول تو هم نمیخوره، تو دروغ میگفتی، تو بازی در آورده بودی، برای چی باید بهت کمک میکردن؟ آمریکا به کی کمک میکنن؟ به شاهنشاه کمک میکنن، نه به تو. برای که میدونن تنها عاملی که باعث میشه کمونیستا تو ایران مهار بشن شاهنشاه، نه مصدق. مصدق که داره پشت پرده باشون زد و بند میکنه. آمریکایی‌ها واقعا نگران وضعیت ایران بودن، ترسن ایران هم بیفته به دامن کمونیسم، بیفته دست شوروی. ما قبلا سابقه اشغال آذربایجان داشتیم توسط قوای شوروی. روسا هنوز دنبال ایران بودن. عاملی که جلوی کمونیستا و چپا رو گرفته شاهنشاه، نه مصدق. آمریکایی‌ها برآوردشون درسته، به مصدق کمک نمیکنن ولی به شاهنشاه میکنن. اینه داستان. خب من اینجا کتابو نگه می‌دارم، قسمت بعدی دیگه قسمت آخر خواهد بود و میذاریم برای جلسه آینده. خب بریم سراغ اسناد آمریکا، ببینیم آمریکایی‌ها چی میگن از وضعیت ایران در این سالهایی که این 2 سال اندی که در واقع دولت در دست مصدق است. یه تلگرافی هست در واقع از نوشته Telegraph from the station in Iran to Central Intelligence Agency، از اون پایگاه بالا سازمان سیا تو ایران به سازمان مرکزی سیا. تهران 18 آگوست 1953. خب 18 آگوست بین 15 آگوست تا 19 آگوست ماجرای همون در واقع کودتای مصدق رخ میده. 28 مرداد، این فاصله 4 روز همون 4 روزی است که در واقع بلوا تو ایران درست میشه و نهایتا مصدق کنار گذاشته میشه. خب نوشته که الان سورسشو نوشته one line not declassified، یعنی یه خطشو چیز نکردن، نگفته، اسناد کامل نیست، جایشو نگفته. خب گفته an extraordinary party contact evening 16 August to the issued full instruction. این مختصر نوشته، تلگراف دیگه. full یعنی following instructions، یعنی مختصر نوشته. آقا یک روز 16 آگوست یه جلسه حزب توده برگزار کرده، این تصمیمات رو حزب توده تو میتینگشون گرفتن. شماره اول گفته members possessing firearms must inform party. اعضایی که مسلحن باید به حزب اطلاع بدن. ما مسلحیم. حزب توده عملاً به حمایت مسلحانه از مصدق برخواسته. خب شما فکر می‌کنی آمریکا که این چیزا رو میدونه اینا میان به مصدق کمک میکنن؟ میدونن این چیزا رو، سازمان سیا اینا رو میدونه. Also anyone knowing where firearms can be bought must report. هر کی میدونه کجا میشه اسلحه تهیه کرد، از کجا میشه اسلحه خرید، باید خبر. اونایی هم که اسلحه ندارن برن اسلحه تهیه کن. مملکت رو میخوان بکشونن به جنگ داخلی. If necessary party will get arms by disarming police. یعنی لازم باشه نیروهای پلیس هم خلع سلاح میکنیم. اسلحه را دست خود نیروهای امنیتی میگیریم، حمله میکنیم به پلیس، اسلحه را دست حزب توده. خب all members who have completed military service must inform party. اونایی که خدمت سربازی انجام دادن، بلدن با اسلحه کار کنن، باید به حزب اطلاع بدن. همه اینا برای مصدق ها، برای حمایت از مصدق. All members having houses with direct access to streets must report. اونایی که خونهشون کنار خیابونای اصلی، دسترسی به خیابونای اصلی دارن، باید بیان به حزب اطلاع که حزب از خونه‌های اینا برای در واقع سازماندهی تظاهرات و درگیری استفاده کنه. Party needs all money members can give. Personal possessions must be sold if necessary to get money. حزب پول نیاز داره، هر کی میتونه به حزب کمک مالی کنه. میگه اگه لازم باشه حتی باید اموالتون هم بفروشی.
این نسسری باشه باید بفروشید، پول شده به حزب. این حزب توده همه امکاناتو بسیج کرده برای حمایت از مصدق. تا آخرین قسمتش میگه now is sensitive and critical time for party. Time for talking has ended. Party must be prepared to act. الان وقت عمله دیگه، ما باید عمل کنیم. قشنگ قیام مسلح کنیم بریزیم وسط خیابون. بعد این پدرسگا میگن که علی مصدق کودتا شده. خیلی وقیحی شماها. یارو داره آماده جنگ مسلحانه میشن، آماده درگیری میشن. یک روز قبل از 28 مرداد اسلحه جمع کنید، اسلحه تهیه کنید، خونه‌هاتون رو بذارید در اختیار حزب، نمیدونم فلان کنید. الان موقع عمله. بعد میگن شاهنشاه کودتا کرد علی مصدق. خیلی جالبه، خیلی وقیحن واقعا. پرروان دیگه این مصدقی ها پرروان. خب سند بعدی رو بریم بخونیم. گزارشی هست در واقع که گزارش ماهانه‌ای هست که سازمان سیا داده به نمایندهشون تو ایران، داده به سازمان سیا، داده به واشنگتن، جولای 1953، یعنی یک ماه قبل از ماجرای 28 مرداد. اینجوری گفته July developments suggest that a major political crisis is brewing in Iran. برآورد که تو جولای کردن این است که اوضاع ایران داره، بحران سیاسی تو ایران داره گسترش پیدا میکنه. مملکت تو آشوبه. The opposition success in preventing action in the Majlis on Mossadegh's request resulted in the surprise resignation for the Majlis of all government supporters. میگه چی؟ میگه مخالفین مصدق تو مجلس جلو مصدق رو گرفتن، یه جورایی دارن جلوی کارهای مصدق رو میگیرن و این باعث شد که طرفدارای مصدق تو مجلس استعفا میدن، استعفای ناگهانی میدن. surprise resignations. طرفداراش مصدق government supporters ان، طرفدارای دولت مصدق استعفا میدن، استعفا یه دفعه‌ای میدن. کلا مجلس میره رو هوا. به همین خاطر مجلس منحل میشه. این انحلال مجلس از همینجا شروع میشه و به خاطر همین شاهنشاه دستور عزل مصدق رو میدن. خب مجلس منحل کردید، مجلس از حد نصاب انداختید، استعفای دست جمعی دادید، مجلس دیگه ما نداریم. حالا این تو مجلس شورای ملی، مجلس سنا رو هم منحل میکنه. در غیاب مجلس شورای ملی و مجلس سنا تعیین نخست وزیر عزل و نصبش با شاهنشاه طبق قانون. خب چرا تمرد کردی پدر سگ؟ چرا وقت حکم عزلت اومد نپذیرفت؟ بعدم میگه کودتا کردن علیه من. پوفیوس تو کودتا کردی، عزلت قانونی بود، کار تو غیر قانونی بود. میگه leaving the body without a quorum. از حد نصاب انداختی، مجلس از حد نصاب انداخت. مصدق now proposes holding a national referendum on 3rd August in Tehran and 10 August in the rest of the country. مردک زده مجلس منحل کرده، حالا پیشنهاد رفراندوم میده. رفراندوم کنی. رفراندوم رو برای تایید انحلال مجلس میخواد رفراندوم برگزار کنی که مردم رأی بدن، بگن آقا خوب کاری کردی، مجلس منحل کردی. آقای مصدق به خودش کاملا قدرت در دست شاهنشاه رو بذاره کنار. رفراندوم برای این میخواد. حالا گفته 3 آگوست تو تهران رفراندوم برگزار بشه، 10 آگوست تو بقیه کشور. The referendum will seek national approval for the dissolution of the present Majlis and also revocation of the Shah's power upon Prime Minister by royal فرمان. آقای رفراندوم دنبال چیه؟ دنبال این است که در واقع مجلس رو باش منحل کنه. منحل که کردن، همونجا که استعفا دادن مجلس عملا منحل شده. حالا میخوان انحلالشو با رفراندوم تاییدیش از مردم هم بگیرن، موجه جلوه بدن. و بعد میخواد چیکار کنه؟ میخواد قدرت شاه رو در انتصاب نخست وزیر با فرمان سلطنتی، این فرمان که گفته فرمان هم فرمانه، این کلمه رو فارسیش نوشته رویال فرمان، یعنی دستور سلطنتی، حکم سلطنتی. این هم میخواد از شاهنشاه بگیره مصدق با رفراندومی که میکنه. بعد میگن کودتا رو شاهنشاه کرده. جالبه. دیگه مصدق's increasingly open disposal of communist support has alarmed some of his erstwhile staunch supporters. یه حمایت روزافزون رو به افزایش مصدق از حزب توده این رفقای ارستوایلش رو، رفقای قدیمی سابقش هم فراری داده. اعتراض مش میکنه طرفدار خودش. چرا با حزب توده ریختی رو هم پدر سگ؟ حالا وقتی اینا رو گزارش آمریکا میگه شما میفهمید که اون جلسه حزب توده که میگه مسلح شید، نمیدونم هر کی اسلحه داره بیاد، اونا برای چیه؟ حزب توده کامپلت پشت مصدق در اومدن با تمام قوا. میگه طرفدار خودشون فراری شدن. میگه most notably the Qashqai brothers and the powerful Amini family. برادران قشقایی، پسرای سهولت و دوله قشقایی در فارس که طرفدار مصدق در فارس هستن، خانواده امینی، اینا طرفدارای سنتی مصدقن. اینا هم پشتش خالی کردن، اینا هم دیگه رحم کردن از کثافتکاری مصدق. This alarm was
heightened by the fact that the two-day demonstration in celebration of the first anniversary of the overthrow of Awam on 21st July so completely overshadowed the demonstration staged by Mossadegh's national movement. ما حالا این قسمت رو با تو چیز قوام آقای قوام میگفتیم، من نگفتم. ماجرای در واقع 1331 خب مصدق یه استعفا میده وسط دوره نخست وزیریش، آقای قوام میاد منتها باز طرفدار مصدق طرفدارش میندازه تو خیابون و درگیری میشه، قوام استعفا میده، دوباره مصدق برمیگرده. حالا توی سالگرد این قیامی که کردن حزب توده میتینگ میده، طرفدارای مصدق نشنال موومنت اون جنبش ملی مصدق هم میتینگ میدن، میتینگ مصدقی ها میره زیر سایه میتینگ حزب توده، حزب توده میتینگش مفصل تره، طرفدارای مصدق اینا رو که میبینن شاکی میشن و میفهمن کی دست حزب توده رو باز گذاشته که بیان جوری میتینگ بدن، جوری جنجال درست کنن، جوری نمیدونم جشن بگیرن، سلبریشن را بندازن که سلبریشن طرفدار مصدق به زیر شاهی به زیر سایه این چی باعث میشه و اینا فراری شدن از مصدق دوروریاش. تو این قسمتی که آقای نوامندی هم خوندیم گفت فقط دو تا سه تا از طرفداراش تا آخر باش موندن، سنجابی و نمیدونم اون پوفیوز باقر کاظمی که جمهوری اسلامی میشه کتاباش میاره میکوبه تو سر ما، چرندیاتی که هم راجع مصدق میگن اینا چرندیات هست این باقر کاظمی نوشته دیگه، اینا رو میان میکوبن تو ملاج ما. سند بعدی گزارش دولت آمریکا است از وضعیت نفت تو خاورمیانه. این یه نشریه مفصلی است، یعنی فقط من یه قسمتیشو مربوط به ایرانه چون گزارش از کشورهای دیگه هم هست، کل خاورمیانه است. گزارشه اون اسناد قسمت 5 هست. عملاً میگه که دولت آمریکا میگه که نصف بودجه کشور ایران از دست رفته به خاطر مسئله نفت. این دولت نصف بودجهش از دست داد، نصف پولش از دست داد. حالا توی چیزام آورده، تو جدولام آورده هزینه رو، تقریبا از 9.5 میلیارد ریال استیت باجت بودجه دولت 4.5 میلیاردش نفته، نصفش نفته و این نصف از دست رفته به خاطر چی؟ به خاطر کثافتکاری مصدق، بلوای مصدق، به خاطر ملی شدن نفت، ملی کردن یه طرفه نفت. حالا جالب اینجاست تو ادامه گزارش میگه 300,000 تا، میگه ایران اون زمان، حالا یعنی سال 1000 رو اشتباه نکنم این گزارش مال 1952 یعنی کمتر از یک سال قبل از سقوط مصدق. میگه که اینداستریال لیبر فورس ایران 300,000 نفره، 300,000 تا ما کارگر تو صنایع داریم تو ایران. میگه از این 300,000 تا 70,000 تاش کارگر شرکت نفتن، اینا هم بیکار شدن. شرکت نفت که نفت نمیتونه بفروشه، پول نداره، کارگر میخواد برای چی؟ کارگرام نمیتونن کار کنن. و این کارگرها قبلا داشتن با مدیریت انگلیسی‌ها کار میکردن، اون مهندسای انگلیسی داشتن تاسیسات کنترل میکردن، حتی بعضا کارگران انگلیسی بودن تعدادشون. و کارگر ایرانی توان فنی ندارن خودشون بدون انگلیسیان اداره کنن، نمیتونن نفتم که نمیتونه شرکت تولید کنه بفروشه، کارگرام اخراج میشن. بحران رو بحران. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پوفیوس حاضر نبود که مسئله ملی شدن نفت رو از مجاری درستش پیش ببره، یه طرفه ملی کردن این کار بدون توافق انگلستان. آقای رزمارا ما دیدیم، آقای رزمارا تو روزهای آخر حکومتشون دولتشون، آقای رزمارا به ماجرای سهم نصف از شرکت نفت انگلستان به توافق رسیده بود با انگلستان. آقا نصف سهم ما، نصف سهم شما، همون چیزی که مصدق تو مجلس داد میزد. مصدق چرا با قرارداد الحاقی گسگلشایان مخالف بود؟ گفت سهم ایران نصف نیست. آقای رزمارا که نصف هم راضی کرد انگلستان رو به نصف از کل نفت خاورمیانه، نه فقط نفت ایران. خب چرا زدید آقای رزمارا رو کشتید؟ چرا مخالفت کردید با آقای رزمارا؟ حالا خودشون مثل خر تو گل موندن، نفت نمیتونه صادر کنه، کمبود نفت ایران هم شرکتای دیگه دارن جبران میکنن، انگلستان هم یک نفت ایران بخره من باش برخورد میکنم، تحریم کردن. توان فنی هم که ندارید برای اداره شرکت نفت، دولت هم که نصف بودجهش از دست داده، نصف درآمدش از دست داده. به خاطر همینم این مصدق داره گدایی میکنه از آمریکا، التماس میکنه آقا وام بدید به ما، ولی که این کثافتکاری نفت رو بپوشونه، گند اینو نصف بودجه‌ای که از دست رفته یه عالی پولی بذارن جای این حداقل. اوراق قرضه برای چی منتشر کرد؟ به خاطر همین. نصف بودجه ایران از 9.5 میلیارد ریال استیت باجت، نصفش که نفت بود از بین رفت و نصف بودجه داد مملکت اون تو آشوب و تو اون بلوا. پشتوانه اسکناس رو خوندی، پشتوانه اسکناس خرج هزینه‌های یومیه دولت کرد، احتمالاً حقوق دادن به کارمندا و اینا. این پول ملی هم داره سقوط می‌کنه. نافهمی مصدق تو این چیزاست، بیشوریش تو این چیزاست. اینجوری مملکت رو خاک سیاه نشوندن 2 سال. حالا تصور بکنید این نخست وزیری ادامه پیدا می‌کرد، خودم گردن کلفتی می‌کردم، من تا ماجرای نفت حل نشه از سنگر نخست وزیری خالی نمی‌کنم، استعفا نمیدم، نمیرم کنار.
گردن کلفتی هم میکرد. اتفاقی که در 28 مرداد افتاد کودتا علیه مصدق نبود، ضد کودتا بود. کودتا رو مصدق کرد با انحلال مجلس، برگزاری رفراندوم، مسلح کردن حزب توده. مصدق در ارتش هم طرفدارانی داشت، طرفدارانش اومده بودن توی خیابون، نیروهای مسلح طرفدار مصدق. برای چی مصدق میخواست هر جور شده اختیارات فرماندهی تو ارتش رو، فرماندهی کل قوا رو از شاهنشاه بگیره؟ شاهنشاهش گفتم زیر بار نرفتم، بهش ندادم، برای اینکه می‌خواست این طرفدارای خودش رو تو ارتش تقویت کنه. از اول اصلا این نیت کودتا داشت، از اول خیال کودتا داشت. همون روز اول می‌خواست شاهنشاه رو بذاره کنار، خودش بشینه رو قدرت. حالا بریم یه سند دیگر بخونیم. آمریکایی‌ها دقیقاً به این نکته اشاره میکنن. خب حالا این تلگراف نوشته from the embassy، این از چیزه، این از سفارت آمریکا است به Department of State، به وزارت خارجه توی آمریکا. 16 آگوست 1953، این 2 روز قبل از 3 روز قبل از این ماجرای 28 ساعت 8 پی ام. خب میگه چی؟ میگه embassy considers quite possible مصدق may establish regency to provide needed interim before eventual proclamation Iranian Republic. سفارت آمریکا به این نتیجه کاملا محتمل هست که مصدق میخواد نیابت سلطنت ریجنسی رو بگیره، نیابت سلطنت از شاهنشاه بگیره، خودش بشه نایب السلطنه و بعد مقدمات رو فراهم کنه. برای چی؟ برای اعلام ایرانی ریپابلیک. ایران میگن جمهوری. این برآورد آمریکایی است. آمریکایی‌ها میگن که مصدق میخواد جمهوری درست کنه. گرفتن فرماندهی کل قوا از شاهنشاه، انحلال مجلس، نمیدونم مسلح کردن حزب توده، اینا همش برای چیه؟ برای اینکه مصدق تو ایران جمهوری برقرار کنه. هدف غایی و نهاییش اینه. میخواد اول خودش بشه نایب السلطنه، این شاه عملاً بکنه یک عنصر بدون اختیار، اختیارات کامل و تام از شاهنشاه بگیره، نیابت سلطنت، فرماندهی کل قوا، شاهنشاه بکنه یک عنصر بدون اختیار، مثل احمدشاه کلم فروش، همون چیزی که خیلی هم دوست داشت. بعد نهایتا خودش اعلام چی کنه؟ اعلام حکومت جمهوری. با این وضعیت میگن که علیه مصدق کودتا شده. خودتون قضاوت کنید کی علیه کی کودتا کرد. حزب توده مسلح، عناصر نفوذی مصدق در شهربانی و ارتش مسلح تو خیابون، مجلس هم که منحل کردی، فرمان عزلت هم که زیر بارش نمیری، کاری که شاهنشاه کردن و آمریکا هم بهش کمک کردن، ضد آنتی کود. تو کودتا کردی، اونا ضدش زدن، تو شکست خوردی، حقت هم. بسیار هم کار خوبی کردن. برآورد آمریکایی‌ها از وضعیت ایران برآورد درستی بود. به خاطر همینم بهش کمک نمی‌کنن، بهش وامم نمیدن، برای که میدونن حزب توده با پشتیبانی مصدق داره شلتاق میکنه. این که مصدق جیغ و داد میکنه آی ایران افتاد دست کمونیستا، دروغه، خودش اجازه داده. خاطر همینم بهش پول نمیدن، بهش کمک نمیکنه. اگر به مصدق پول داده بودن اتفاقا ایران به دامن کمونیسم میافتاد. مصدق بعدا نمیتونست حزب توده رو کنترل کنه. اختیار حزب توده که در دست مصدق نبود. مصدق فقط داشت با اینا بازی میکرد، داشت با اینا زد و بند میکرد. اختیار حزب توده در دست مسکو بود، در دست شوروی بود. کما اینکه دیدیم ماجرای حمله کردن حزب توده به مجلس باعث شد پیش‌بینی مصدق غلط از آب در بیاد. فکر نمی‌کردن انقدر بحران بزرگ بشه، کار به درگیری و کشتار برسه. نمیتونست بعداً این حزب توده رو کنترل کنه. اگر مونده بود نهایتا ایران میافتاد به دامن کمونیسم. اگر خودش این کارو نمی‌کرد قطعاً واسطه این کار میشه. حالا آمریکا هم که برآوردش اینه که میخواد این ریپابلیک اعلام کنه تو ایران، این جمهوری اعلام. این وضعیتی است که مصدق برای ایران درست کرده. گزارشات دولت آمریکا. گفتم چند تا مورد رو بخونم، چون اینا رو قبلا من توییت کرده بودم، منتها این کم نیاز به توضیح داشت. اینا همش به هم وصله. کمک نکردن آمریکا به دولت مصدق دلیلش این است که اینها رفتار دولت، رابطه مصدق رو با حزب توده زیر نظر دارن، میدونستن این دوتا دارن با هم همکاری میکنن، در ظاهر به هم حمله میکنن. حزب توده بیانیه علیه مصدق میده، فوش هم به هم میدن، ولی در پس پرده زد و بند است. اتفاقی که توی 16 آگوست میفته، حزب توده میگه اسلحه‌تون رو بردارید، هر کی اسلحه نداره اسلحه تهیه کنه. برای چیه؟ برای حمایت از مصدق. اتفاقی که تو 25 مرداد میفته، ببینید دو تا اتفاق تو این فاصله میفته، یعنی فاصله بین 15 آگوست تا 19 آگوست. 19 آگوست دیگه مصدق کاملا از قدرت برکنار رفته. این 4 روز دو تا اتفاق میفته. یک کودتا اتفاق میفته 25 مرداد. 25 مرداد واقعا کودتاست. چرا؟ برای که ارتشی‌های مخالف مصدق علیه مصدق کودتا سعی میکنن قدرت رو بگیرن. منتها شکست میخورن. چرا شکست میخورن؟ برای که مصدق هم طرفدارانی در ارتش داره، نیروهای مسلح دستگیر میشن. یه تعداد از ارتشی‌ها که 25 مرداد کودتا علیه مصدق میگن، اون واقعا کودتا بود. ارتشی‌ها کودتا کردن. اون کودتا هم توسط وطن پرستان انجام شد. ایرانگرایان، ارتشی‌های ایران دوست
اون تو موفق نمیشه. در 28 مرداد ضد کودتا میشه. حالا اینجا آمریکا هم کمک میکنه. کمک آمریکا هم کمک لوجستیکه. آمریکا مستقیما دخالتی نمیکنه، کمک لوجستیکی میکنه. عناصر ملیگرا تو ارتش دوباره فعال میشن. شاهنشاه دستور عزل مصدق رو میده. تمام این اتفاقات ضد کودتا بود. کودتای اصلی سر مصدق که میگیم این زمینه‌اش از همون سال اول که اومد خصوصا زمینه رو فراهم کرده بود. ماجرایی که فشار آورد به شاهنشاه که فرمانده کل قوا رو از ایشون بگیره، اختیار ارتش نیروهای مسلح رو از ایشون بگیره، قبل از 28 مرداد قبلا فکر کرده بود. داشت کم کم زمینه رو میچید، شاهنشاه رو کم کم بذاره کنار و حکومت جمهوری رو طبق برآورد آمریکایی‌ها برقرار کنه. ولی کور خونده بود. نه آمریکایی‌ها دلشون می‌خواست این اتفاق بیفته و نه ایران دوستان، وطن پرستان. من یه گزارشی از سازمان سیا قبلا توییت کردم، الان دم دستم نیست که اونو بذارم، که ارتشی‌ها توی ایران چه فکری میکنن. ارتشی‌ها اعتراض داشتن به مصدق. آقا مملکت به آشوب کشیدی. ارتشی‌ها میگفتن آقا ما دوران ناامنی زمان قاجار هنوز یادمونه. رضا شاه این کشور رو امن کرده، مصدق داره کشور بی ثبات میکنه. مصدق بودجه ارتش کم کرده بود. دقیقاً همون کاری که مجلس دوره قاجار با سردار سپه میکردن. موقعی که ایشون در جنگ بودن با خزعل، مجلس بودجه وزارت جنگ رو تصویب نمیکرد. مجلس که دست مدرس بود، دست اون آخونده که پوفیوز بود، طرفداران احمد شد، نمیکرد. دقیقاً همین کارو مصدق میکنه. حالا بودجه رو معطل نمیکنه ولی بودجه رو کم میکنه، بودجه ارتش رو. ارتشی‌ها اعتراض میکنن آقا ما زمان ناامنی یادمونه. کی با جلو این یاغی‌ها وایسه؟ کی با جلو این عشایر وایسه؟ مصدق تو بین عشایر قشقایی تو فارس طرفدارانی داره، برادران قشقایی. اینا اگر ریختن، شلوغ کردن، بلوا درست کردن، خب کی با جلو اینا رو بگیره؟ ارتش. تو داری ارتش رو تضعیف میکنی. فرماندهیش که میخواد از شاهنشاه بگیری دست خودت، بودجه‌ش هم که کم کردی. این گزارشات سازمان سیاست آقا با این ارتشا صحبت کردن، آقا ارتشا نظر خوبی ندارن نسبت به مصدق. مصدق مملکت بی ثبات کرده، ناامن کرده. طبیعی است که اینا علیه مصدق دست به کار میشن. تمام نیروهای ملیگرا بر علیه کثافتکاری مصدق قیام کردن. وقتی حکومت شاهنشاه میگه قیام 28 مرداد، درسته، قیامی بود علیه کودتای مصدق. کودتای مصدق هم توی 28 مرداد نبود. مصدق از روزی که اولی که اومده بود داشت کودتا میکرد. تو کودتا خزنده بود. کودتا یه دفعه اتفاق نیفتاد. از روز اول که آمد سعی کرد تضعیف کنه حکومت پهلوی رو با کارهای مختلف، کم کردن بودجه ارتش، درست کردن سازمان اطلاعاتی موازی، نمیدونم گرفتن اختیار قوای مسلح از شاهنشاه، بعداً انحلال مجلس، استعفای دست جمعی، برگزاری رفراندوم، گرفتن نیابت سلطنت. اینا همش کودتاست. تو کودتاش خزنده بود، کودتاش یه دفعه اتفاق نیفتاد. این 2 ساله داشت کودتا میکرد عملا، کم کم میرفت جلو. تو 28 مرداد دیگه این شکست. تمام نیروهای ملیگرا دست به دست هم دادن و شر این مصدق رو از سر ایران کم کردن و این شد سرآغازی برای رشد و توسعه در ایران. موقعی که مصدق میره کنار، تازه کشور به آسایش و آرامش میرسه، دولت‌های پایدار تشکیل میشه. حالا ما میتونیم برنامه توسعه‌ای که در زمان رضا شاه داشت اجرا میشد و تو این 10-12 سال بعد از اشغال ایران توسط متفقین به خاطر وضعیت نابسامان ایران، یعنی باندبازی‌های مصدقی‌ها، نمیدونم کثافتکاری‌های توده‌ای‌ها، چند ساله توش اختلال ایجاد شده بود، حالا دوباره محکم از سر گرفته بشه. فدایان اسلام، اسلامگرایان قلقم بشن. پشت اسلامگرایان کی بود؟ مصدق بود که نمیذاشت این اسلامگرایان قلقم بشن. فدایان اسلام کی پشت اینا بود؟ فدایان اسلام بازوی تروریستی مصدق بودن. از مصدق سفارش ترور میگرفتن، برید بزنید آقای رزمارا رو بکشید، میزدن میکشتن. کسروی رو که کشتن، آقای کسروی رو موقعی که کشتن، کی جلوه محاکمه فدایان اسلامو گرفت؟ و فدایان اسلام براشون داد پرونده تشکیل شد، دادگستری، دستگیر شدن. اصلا امامی و اینا زغاربای کسروی دستگیر شدن. کی باعث شد که پرونده اینا تو دادگستری راکت بشه، در نهایت هم آزاد بشن؟ مصدق. باند مصدق موقع نماینده مجلس بود، نخست وزیر نبود، نماینده مجلس بود. فشار باند مصدق. رفتن گفتن دفاع کرده از خودش، کسروی مسلح بوده. کسروی تو دادگستری اونجا رفته بود بازجویی بشه، جواب سوالات بده. اینا ریختن تو اتاق، کسروی و منشی کشتن، حداد بود. گفتن نه کسروی مسلح بوده، او به ما تیراندازی کرده. چقدر وقیحه، چقدر پرروه. کی پشتشون در اومد؟ اصلا تو مجلس بردن، ما خوندم مذاکرات مجلس رو، اصلا تصویر کردن یه امامی قهرمانه. ببخشید اون سر ماجرای امامی نه، سر ماجرای آقای رزمارا، قاتل رزمارا، خلیل طهماسبی از فدایان اسلام، تو مجلس رفتن تصویب کردن، گفتن این قهرمان، باید بهش حقوق مادام العمر هم بدیم، تقدیرم ازش بکنیم. زده نخست وزیر قانونی مملکت رو کشته. با حمایت کی؟ با حمایت مصدق اون موقع هم هنوز نماینده بود، نماینده اول تهران. اینا همش کودتاست، کودتای خزنده است. کاری که 28 مرداد شد، اتفاق افتاد، قیام بود نسبت به این کودتای مصدق پوفیوز.
و موقعی که شر این از افق سیاسی ایران کنده میشه، تازه کشور به آسایش میرسه، به آرامش میرسه. حزب توده واقعا قلقم میشه. حزب توده آقای نهاوندی گفت ظاهرا غیر قانونی بود ولی عملا با مجوز مصدق داشتن فعالیتش هم بیشتر میشد. داره نیروهاش داره مسلح میکنه، اصلا دارن جمع میکنن. حزب توده کی قلقم میشه؟ واقعا دستگیر میشن، از ارتش پاکسازی میشه. تو ارتش نفوذ داشت حزب توده، کلی افسر توده ما تو ارتش داشت، کارخونجات کارگرا توده‌ای بودن. آقای نهاوندی گفت تو دبیرستانا داشتن عضو میگرفت، از بچه دبیرستانیا حزب توده داشت عضو میگرفت. موقعی که مصدق میره میتونن اینا رو قلقم. مصدق نمیذاشت، باند مصدق، طرفدار مصدق نمیذاشتن. هم با باند کارت حزب توده داشت بازی میکردن، با کارت فدایان اسلام، هم با اسلامگراها، هم با توده‌یا چپ. مصدق خودش نماینده اتحاد ارتجاع سرخ و سیاهه. خود مصدق هم با حزب توده، با سرخش رابطه داره، هم با سیاهش اسلامگرا. موقعی که مصدق میره کنار، حالا تازه شروع میکنن پاکسازی کردن ارتش و ادارات از این توده‌ای. حزب توده حالا واقعا منحل میشه، واقعا جمع میشه. سازمان نظامی حزب توده، اون خسرو روزبه اینا به پای میز محاکمه کشیده میشه، اعدام میشه. فدایان اسلام، اون نواب صفوی اینا اعدام میشه. محمد بخارایی، نواب صفوی، واحدی، عموی مجتبی واحدی اینا اعدام میشه. تا مصدق بود نمیشد، نمیذاشتن، اجازه نمیدادن. رفتن مصدق واقعا یک نقطه عطف تو تاریخ ایران. اگر مانده بود شاید این بلوای 57 به جای سال 1357 سال 1337 اتفاق زودتر. تو میگم نهایتا طرفداران مصدق تخم خودشون رو گذاشتن تو بلوای 57 هم امثال سنجابی و بازرگانی اینا پیروان مصدقن، اینا تخمشون یه جایی گذاشتن. حداقل کشور یه 20 چند سال روی آرامش به خودش دید. شاهنشاه تونستن برنامه‌های توسعه رو جلو ببرن، راه رضا شاه رو ادامه بدن. نمیذاش مصدق هدفش چی بود؟ برقراری جمهوری به قول خود شبیه سوئیس. حالا دیدیم جمهوری که اینا میخوان چه جوریه، دموکراسی آزادی که مصدق میخواست چجوری بود. تو دوران حکومت خودش هر روز حکومت نظامی بود، 20 تا 20 تا مطبوعات من این طرف آقای نهاوندی طرفدار خود مصدق، خودش مصدقیه این چیزا نوشت. من تعمدن هم کتاب اینو انتخاب کردم، خودش مصدقی 10 تا 20 تا روزنامه میبست زمان خود مصدق. هم که میگم نه مطبوعات باید آزاد باشن فلان باشن، دروغ همش. ماجرای دادگاه لاهه دروغ بود، ماجرای نمیدونم آزادی و نمیدونم دموکراسی در دوران مصدق دروغ بود، همش دروغ بود. جعلیاتی هست که طرفداران مصدق سرهم میکنن. ما تا آقای نهاوندی بین طرفدارای مصدق حالا انصافش بیشتر از بقیه است. گندکاری‌ها گرچه حالا مالم میکشه ها، مالکیش هم میکنه ولی خب نوشته دیگه، حداقل اینکه نوشته خودش خوبه. حالا ما قسمت مالکیشش ندیده میگیریم، قسمتی که بالاخره حقایق رو نوشته رو میتونیم بخونیم. این داستان